دوستا سلام با شما. برنامه امروزی ما روی دعوتنامه میچرخه. اگر خواسته باشیم یکی از اعضای خانواده خدا، یکی از اقارب نزدیک خدا یا دوستای خدا به آلمان دعوت کنیم، چی چیزا را ضرورت داریم؟ از کجا شروع کنیم؟ از لحاظ مالی در کدام سطح قرار داشته باشیم؟ کدام اسنادا را ضرورت داریم؟ اما این موضوعات امروز روی تصویر صحبت میکنیم که ساده تر شوه و کجا باید بریم، کجا مراجعه کنیم به خاطر دریافت فرم و تسلیم کردن دعوتنامه. دعوتنامه انواع مختلف داره. اگر شما میخواین کسی را دعوت کنین، در ابتدا باید هدف از سفر از او را مشخص کنین که به کدام هدف میخواد بیای آلمان. چرا که ما دعوتنامه تحصیلی هم داریم، دعوتنامه کاری هم داریم، دعوتنامه تجاری هم داریم. اگر اعضای خانواده تان هستند، هدف شاید بازدید باشه، از شما دیدن کنه برای مدت 3 ماه یا بیشتر، بعداً پس بره به کشورش. دوستا، شرایط دعوتنامه چیست؟ قبل از اینکه ما کسی را دعوت کنیم چی چیزا را باید در نظر داشته باشیم؟ شخص دعوت کننده اقامت دائمه داشته باشه، یا پاسپورت آلمانی داشته باشه، یا کارت آبی اتحادیه اروپا را داشته باشه. متاسفانه با قبولی 1 ساله، 2 ساله و 3 ساله ما نمیتونیم کسی را دعوت کنیم. در صورتی که این 3 مشخصات داشته باشیم ما میتونیم یک فرد دعوت کنیم. دومش گفتن شخص دعوت کننده توانایی مالی کافی داشته باشد. یعنی تو کار کنی، از جاب سنتر، از سوسیال امت، از اگنتور فر آربایت پول نگیری، سر پای خود باشی، میتونی شخص دعوت کنی. دوستا، از کجا شروع کنیم؟ یک چیز به نام تعهدنامه رسمی میگه. شما در اوسلندر بیوده یا در لندرتسم میرین، میگین که ما میخوایم که اقارب خدا، دوست خدا میخوایم دعوت کنم. اونها یک فرم را به نام فرفلیختون اکلیرون بر شما میده، یعنی تعهدنامه رسمی است که مشخصات تو هم نوشته میشه و مشخصات شخصی که شما دعوت میکنین او هم نوشته میشه و هدف از دعوت کردن شما هم باید مشخص باشه که به کدام هدف شخص میاد. هدف تجاری داره یا بازدید از خانواده داره، همش درج و فرم میشه. این فرم میتونه شما از اوسلندر بیوده و یا لندرت هم شما میگین اوسلندر بیوده میگن، میتونین دریافت کنید. چیزی که بسیار مهم است به خاطر پر کردن فرم یا تعهدنامه رسمی، این تعهدنامه یا این فرم باید به زبان انگلیسی و یا به زبان آلمانی پر شود. اما شخصی که دعوت میکنه در آخر فرم باید امضا کنه و تمام معلومات باید به درستی نوشته شود، دقیق نوشته شود، آنچه که حقیقت از باید درد شود و هدف از دعوت کردن شخص باید مشخص باشه که به کدام هدف میایه و چقدر مدت با تو میخواد زندگی کنه و بعدا پس میره. در اینجا شرایط شخص دعوت شونده، یعنی کسی که میایه شما را دعوت میکنه، او چی مشخصات باید داشته باشه؟ در ابتدا باید پاسپورت داشته باشه و پاسپورتش هم حداقل اعتبار 6 ماه باشه، یعنی نباشه که 3 ماه باشه، اعتبارش بعد از او تمام شده پاسپورتش. توانایی مالی برای برگشت مانند تیکت طیاره، یعنی در ابتدا باید نشان داده شود که مای شخص برگشت میره، این هم توانایی مالیش هست، این هم تیکت رفت برگشتش هست. داشتن بیمه مسافرتی ضروری می باشد. زمانی که شما در طیاره میشینین قبل از او شرکت هایی هست که رفت برگشتان بیمه میکنه. در وبسایت های مختلف مهاجرتی وجود داره، نوشته شده که یک فرد در حدود 45 تا 60 یورو مصرف یک روز داره اگر کسی توسط دعوتنامه بر آلمان یا اتحادیه اروپا میره. اگر ما ایره در 1 ماه ضرب بزنیم، در 3 ماه ضرب بزنیم، بالاتر از 6000 یورو مصرف یک فرد است در صورتی که ما کسی را دعوت کنیم. و در پهلوی از بعضی از هزینه های دیگه هم وجود داره. به طور مثال 120 یورو شما در سفارت میپردازین زمانی که درخواست به ویزا میکنین بعد از دریافت دعوتنامه از اداره مربوطه خودتان اوسلندر بیوده، و همچنان 29 یورو هزینه طی مراحل درخواست اولتان است. زمانی که شما فرم میگیرین هزینه از 29 یورو به خاطر طی مراحل اسنادتان. آنچه که بسیار مهم است بخش بیمه صحی است و همچنان بیمه مسافرتی است. زمانی که شما قبل پرواز میگن، قبل از پرواز باید تمام
اسناد و مدارک مربوط بیمه مسافرتی است باید به سفارت تحویل بده و پوشش بیمه مسافرتی باید بالاتر از 30,000 یورو باشد. به این معنی نیست که شما در حسابتان 30,000 یورو داشته باشین. به این معنی است که وقتی که شما یک بیمه مسافرتی را با مقدار 100 یا 120 یورو از خود افغانستان میخرید، پوشش از او زمانی که شما به کدام حادثه گرفتار میشین، تکر میکنین و یا غیره و غیره، هر حادثه است یا مریض میشین، همو شرکت بیمه باید پوششش بالاتر از 30,000 یورو باشد که به سفارت بسیار مهم است. با یک نمونه از دعوتنامه را به شما نوشته کردیم که به شکل بسیار ساده است. شما میتونید که بهتر از این نوشته کنین. در ابتدا اسم خودتان است، آدرستان است، تاریخ روز است و هدف از چی است؟ یک این لادن یک دعوتنامه است دوستتان، از اقاربتان به خاطر بازدید از آلمان یا از فامیلتان است. در پایینی که نوشته است که به دو رنگ نوشته کردیم، باز هم خودت ذکر میکنی، آدرس ذکر میکنی و در پایین به رنگ نارنجی رنگ است کسی که رو دعوت میکنی، تاریخ تولد از او است و در کجا زندگی میکنه، در کدام ولایت است و او را باز هم دعوت میکنی و در پایین برنامه است از کدام تاریخ او پرواز میکنه تا کدام تاریخ پیش شما میباشه و پایین تر از او فقط یک تعهد کردی که زمانی که کار ازی تمام شد ای برگشت میکنه پس میره در کشورش و پایین امضا میکنی و تاریخ روز میزنی و مو مرجع مربوطش که اصلا در بیوده است. همین فرمی که